سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سال نوتون مبارک و امیدوارم تا اینجا سال خوبی رو داشته باشین و اومدم که راجع به پارسال صحبت کنیم. من فکر می‌کنم که یکی از مهمترین چیزایی که بعد از تحویل سال و حتی وقتی که وارد سال جدید میشیم لازمه که بدونیم اینه که پارسال چیکار کردیم و من اینو بیشتر دوست دارم تا اینکه به این فکر کنم که قرار سال جدید چیکار کنم. وقتی که آنالیز میکنی سال گذشتت رو میتونی بهتر برای سال جدیدت برنامه ریزی کنی و این چیزی که من خیلی بهش اعتقاد دارم. و توی این ویدیو میخوام راجع به درسایی که سال 1402 گرفتم باهاتون صحبت کنم. سعی میکنم به طور کلی یه سری چیزایی که به نظرم خیلی مهم بوده رو بگم. اولین درسی که از سال گذشته گرفتم اینه که فرصت‌ها خیلی زود میگذرن و از هر فرصتی که داری برای گذروندن تایم با خانوادت استفاده کن، چون که زودتر چیزی که فکرشو کنی متاسفانه میتونی از دستشون بدی و حتی اون کوچکترین تایمایی هم که با هم میگذرونین بعدها میتونه برات یه حسرت بزرگ بشه و نذار که این حسرت در تو بمونه. حداقل سعی کن که ازش جلوگیری کنی به جای اینکه بخوای خرابش کنی. درس بعدی اینه که دوستی ها و رفاقت ها میتونن متغیر باشن و این هیچ اشکالی نداره. یه تایمایی هست زندگی آدما خیلی شلوغه، خیلی آدما درگیر چیزای مختلف میشن، شاید برای ما وقت نداشته باشن، شاید ما برای بقیه وقت نداشته باشیم و این هیچ اشکالی نداره. سعی کن به جای اینکه از طرفت توقع داشته باشی و متنفر بشی که چرا تو برای من فلان جا وقت نذاشتی، سعی کنی حداقل درکش کنی یا حداقل اینو بهش بفهمونی که اوکی من درکت میکنم که الان وقت نمیتونی بذاری، اشکالی نداره. کمتر به هم سخت بگیری، منظورم از همه این حرفا اینه. چون داشتم تجربهشو که آقا طرف هر دلیلی تصمیم گرفته ادامه نده دوستیشو با من، ولی پیش خودم که بهش فکر میکنم اینجوریم که اوکی اشکالی نداره، انتخاب اون بوده، تصمیم اون بوده، اما من اگه جای اون بودم یه جور دیگه رفتار میکردم و قطعا نتیجه هم بهتر میشد. و مسئله مهمتر، مسئله خیلی خیلی مهم اینه که یعنی یه چیزی که شاید اصلا تو بخوام بگم شاید توی 19 سالگی یاد گرفتم، توی 20 سالگی یاد گرفتم، اینه که آدما میتونن از تو خوششون نیاد. خیلی ساده است. یعنی آدما اوکیه که یه نفر از تو خوشش نیاد. اصلا وظیفه ندارن آدما که از ما خوششون بیاد و به ما احترام بذارن. میتونن پشت سر ما حرف بزنن، میتونن از ما بدشون بیاد، ولی چیزی که مهمه اینه که تو باید یادت باشه که تو چیزی نیستی که بقیه فکر میکنن و حرف میزنن راجبش. این مهمه. خودت رو تو اون قالب تصور نکنی و به نظرم این چیزیه که خیلی میتونه مهم باشه. وقتی که با خودت فکر میکنی شاید پیش خودت اینجوری کنی که چرا طرفدار پشت سر من حرف میزنه، نمیخوام، یا مثلا چرا باید یه نفر از ما بعدش بیاد، مگه من چیکار کردم. انقدر بهش فکر نکن، باش اصلا درگیرش نشو که چرا و چی شد و کی و چی و فلان. طرف از تو بعدش میاد، میخوای چیکار کنی؟ هیچی. تنها کاری که باید بکنی اینه که بگذری و گذشتن یکی از سخت‌ترین چیزایی بود که من امسال یاد گرفتم. بگذری و بگذری و بگذری و به اجازه بدی که زمان حلش بکنه و شاید هم حلش نکنه، ولی باعث میشه که حداقل تحملش برات راحت تر میشه و اصلا به یه جایی میرسی که دیگه برات مهم نیست. و اون نقطه که دیگه برات مهم نیست یکی از بهترین نقاطیه که تو زندگی میتونی بهش برسی. خیلی هم خوبه. و مهمترین چیز، اگه بخوام از سال گذشته فقط یه توصیه بکنم به سال جدیدم، یعنی اگه بخوام برگردم به روژان پارسال و بهش بگم که تو فقط یه کار بکن، اینه که بهش میگم فقط یاد بگیر. هرچی یاد بگیری کمه. سعی کن که
تا میتونی از فرصتت استفاده کنی و هر چیزی که میتونی رو یاد بگیری، چه تو زمینه آکادمیک راجع به رشته‌ت، نرم افزارهای مرتبط با رشته‌ت، هر چیزی، چه تو بحث سلامتی، اصلا هر چیزی که فکر میکنی میتونه به تو کمک کنه، هر مهارتی، هر نرم افزاری، نمیدونم، هر کتابی که میتونی بخون، هر فیلمی که فکر میکنی بهت یاد میده ببین. و به نظرم یادگیری یکی از چیزاییه که از سال گذشته به خودم به امسال میارم و سعی میکنم امسال بیشترین وقتم رو یادگیری مهارت جدید و یادگیری ارتباط سالم با آدما بذارم و فکر میکنم نیازش دارم. شایدم باید بیشتر رو خودم کار کنم، مخصوصا توی بخش ارتباط گرفتن با آدما. فکر میکنم پارسال زیادی رو خودم تمرکز کردم و باعث شد که خیلی از اطرافیانم رو کمرنگ بشه، با هم رابطهشون با من کمرنگ بشه. ولی تو سال جدید دوست دارم بیشتر نتورک کنم، بیشتر با آدمای سالم بچرخم، سعی کنم دوستای سالم پیدا کنم و از ساختن رفاقت نترسم. یه بارم من برم جلو به جایی که وایسم تا طرف بیاد جلو، میدونی؟ یعنی باید سعی کنی خودتو تو دایره طرفت قرار بدی یه وقتایی. اینم یه نکته بود که دوست داشتم بهتون بگم. حالا کنار همه اینا به نظرم یه چیز مهمتر اینه که آقا کمتر حرف بزن، بیشتر گوش بده. کمتر حرف بزن، بیشتر گوش بده. و بیشتر گوش دادن و شنونده خوبی بودن یکی از ویژگی‌هایی که قصد دارم سال جدید برای خودم بسازم، چون هرچی بیشتر سکوت کنم بیشتر یاد میگیرم انگار، و سعی میکنم که اینو با خودم ببرم سال جدید. راجع به نکته بعدی اینه که حتما سعی کن یه درآمدی داشته باشی. حتما، یعنی حتی شده 50,000 تومان، 100,000 تومان، سعی کن یه درآمدی برای خودت داشته باشی و همون آروم آروم گسترش بدی. درس خوندن و بودن تو محیط آکادمیک خیلی خوبه، اینکه تو بتونی فرد خوبی باشی، یعنی فرد موفقی باشی توی زمینه آکادمیک، خیلی موفقیت خوب و مهمیه و به آدم حس ارزشمندی میده. اما در کنار همه اینا آدم باید سعی کنه که اون بعد در واقع مالی قضیه رو هم تقویت بکنه. تو وقتی درآمد داری حس بهتری نسبت به خودت داری، اعتماد به نفس بیشتری داری و به مرور این بیشتر میشه دیگه. حالا قرار نیست که تو البته خب یه چیز هم هست، خیلی ممکن اصلا رشتهشون، تحصیلاتشون یا زمان بندیشون اصلا اجازه نداره بهشون که وارد فاز شغل خاصی بشن که مرتبط با چیزی باشه که درس خوندن راجبش. ولی برای کسایی که موقعیتشو دارن یا مثلا بچه‌هایی که دبیرستانی هستن و فعلا درگیر کنکور نشدن، این خیلی مهمه که حتما درآمدی داشته باش. نکته بعدی که خیلی مهم بود و امسال تلنگر بزرگ بهم زد، سلامتی بدنم بود، که سلامتی خودم بود، که بتونم مراقب خودم باشم. یه اتفاقی که امسال برام افتاد این بود که من متوجه شدم که تخمدان PCO دارم و کیست تخمدان داشتم. کیستم برطرف شد، من درگیر مسئله PCO هستم. ولی همه این مسائل به من یادآوری کرد که فقط میتونی با تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی سالم و مثبت نگری، حال خوب، استرس کم، زندگی بهتری داشته باشی و از این بیماری حداقل باهاش بتونی بیشتر کنار بیای. چیزی که خیلی مهمه اینی که آدم سالم غذا بخوره و سالم باشه خیلی مهمه، مخصوصا تو سن پایین یا سن کم، مثلا جوان‌ترها باید بتونن اینو تو خودشون داشته باشن که یعنی تو خودشون داشته باشن که بتونن راحت‌تر و سالم‌تر زندگی کنن. کلا راجع به خودم تصمیم گرفتم که سالم زندگی کنم و کلا تا جایی که میتونم بیشتر به خودم اهمیت بدم. مثلا امسال ورزش رو به صورت جدی دنبال کردم و رژیم غذاییمو خیلی خوب نگه داشتم و علاوه بر این که وزنم الان نرمال تر شده، چون کم وزن بودم الان وزنم خیلی اوکی شده، تونستم که اون مسئله تخمدانمو هم مدیریت کنم و بهتر شدم. فعلا این چیزایی بود که میخواستم تو این ویدیو خیلی خیلی خلاصه راجبش صحبت کنم. حتما راجب تخمدان PCO یه ویدیو جدا درست میکنم، کلا توضیح میدم که چیه و از کجا اومده و اینا و چی کار میشه کرد راجبش، چون فکر میکنم آدما و دخترای زیادی هستن که درگیر این موضوع هستن
و فعلا در این حد بدونی که تنها راهش فعلا مصرف قرص حالا یا دارو که با توصیه پزشکه و البته تغییر سبک زندگی، رژیم سالم و این حرفا. ببخشید که انقدر دیر به دیر ویدیو میذارم، زندگیم خیلی شلوغ بود این چند وقت و مرسی از شما که ویدیو رو تا اینجا دیدین. ممنونم. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدافظ.